به نظر من تبعیض از هر نوعی که باشه انسانی نیست. مثل پرونده امشب که تبعیض نژادی یا نژاد پرستی باعث یک قتل هولناک میشه. با من همراه باشید. امشب باید بریم به انگلستان، لیورپول و سال 2005 و راجع به پسری صحبت کنیم به اسم آنتونی دلانو واکر. آنتونی متولد 21 فوریه 1987 بود و این زمان یعنی سال 2005 که داریم راجع بهش صحبت میکنیم 18 سال است. آنتونی سیاه پوسته و ساکن شهری به اسم هایتن که توی ایالت مرسیسایده. مادرش جی و پدرش استیو واکر بودن. آنتونی 5 تا خواهر و برادر دیگه داره، 4 تا خواهر، یه دونه برادر. برادرش به اسم دانیل و خواهرهاش به اسم دومینیک، دونا، آنجلا و استفانی بودن. خانواده واکر اصل و نسبشون برمیگشت به جامائیکا و اینطور که توی منابع گفته شده اولین خانواده رنگین پوستی که در واقع سیاه پوستی که توی این شهر ساکن شده بودن و حضور داشتن خانواده واکرها بودن. برای همین توی مدرسه خواهر و برادرهای آنتونی از لحاظ نژادی خیلی اذیت می شدن، تحقیر می شدن. بقیه بچه ها اونها رو با الفاظ زشت و نژاد پرستانه صدا می کردن، با حرفهای بد خطاب قرارشون می دادن و کلا روزگار خوشی رو این بچه ها توی مدرسه نمیگذروندن. اما علیرغم اینکه خواهر برادرها اون شرایط رو توی مدرسه داشتن، آنتونی خیلی محبوب بود. آنتونی یک مسیحی خیلی مؤمن بود، به طوری که رهبر جوانان کلیسایی بود که حالا عضو اونجا بودن. خیلی مهربون بود، به گفته اطرافیان، دوستان، خانواده مهربون بود، دلسوز بود، وفادار بود، حمایتگر بود، شخصیتی داشت که دوست داشت به همه کمک بکنه. آدمی بود که اگر کاری از دستش برمی اومد قطعا برای بقیه انجام میداد. خیلی طناز بود و همیشه لبخند به لب داشت. برای همین کلا توی محیط مدرسه‌ای که خیلی با خواهر برادرای آنتونی در گذشته خوب برخورد نمیشد، حالا آنتونی محبوب بود. به علاوه اینکه در حال حاضر سال 2005 آنتونی سال دوم کالج رو داره میگذرونه، به شدت بازیکن خوبی توی رشته بسکتبال و عضو تیم اون کالجی که توش داره تحصیل میکنه. آنتونی خیلی هدفمند هم بود و قصد داشت که من فکر میکنم به خاطر همون اخلاق و شخصیت حمایتگرش بود که قصد داشت بعد از تمام شدن کالج بره به امریکا، توی دانشگاه ثبت نام بکنه و توی رشته حقوق درس بخونه که در آخر رویاش وکیل شدن بود. مادر آنتونی جی میگه که آنتونی پسر من مظهر خوبی بود، مظهر از خودگذشتگی بود و انقدر این آدم گویا خوب و مهربون بوده که مادرش تعریف میکنه، میگه اولین سالی که شروع به کار کرد همزمان با تحصیلش توی کالج داشت توی یک مکدونالد، شعبه مکدونالد کار میکرد و توی پرداخت قبض‌ها یا یک کمی از خرج و مخارج خونه به خانواده کمک میکرده. به علاوه اینکه اینا یه ماشینی داشتن که همیشه خراب بوده، حالا یا نمیتونستن درست ازش استفاده بکنن به خاطر خرابی هایی که داشته، یا همیشه تعمیرگاه بوده و خیلی اذیتشون میکرده. آنتونی پولاشو جمع میکنه و با اولین حقوقی که از اون مکدونالد میگیره حقوق رو میاره در بست میده به مادرش و میگه که ما دیگه باید ماشینمون رو عوض کنیم و واقعا این ماشین مناسب ما نیست. جی میگه که با هم دیگه رفتیم، پولش رو بردیم و یک جیپ 7 نفره جدید خریدیم و آنتونی بسیار از اینکه تونسته بود مثلا یه قدم خوبی برای خانواده برداره، دل بقیه رو شاد کنه، خودش خیلی خوشحال بوده و انگیزه زیادی هم پیدا کرده بوده. کلا مشخصا آدم خیلی از خود گذشته بوده دیگه، چرا باید حقوقش رو میداده به خانواده، ولی تصمیم گرفته که در راستای پیشرفت و آرامش خانواده یه تلاشی رو انجام بده. به هر حال همه دوستا، آشناها، خانواده، معلما برای آنتونی آینده بسیار درخشانی رو متصور بودن. از لحاظ ورزشی بسیار درخشان و خوب عمل میکرد، از لحاظ تحصیلی بسیار خوب بود، هدف داشت، انگیزه داشت و داشت برای رسیدن به رویاهاش تلاش میکرد.
تا اینکه روز 29 ژوئیه 2005 یه روز جمعه بوده و آنتونی و دوست دخترش لوئیس تامپسون با همدیگه قرار بوده برن از بچه برادر آنتونی توی خونش نگهداری کنن. این دو نفر میرن و تا ساعت 11 شب توی خونه برادر آنتونی بودن، پرستاری از بچه میکردن و ساعت 11 شب دیگه کارشون تموم میشه. حالا احتمالاً پدر مادر بچه برمیگردن و آنتونی تصمیم میگیره که لوئیس رو ببره خونه برسونه. از خونه خارج میشن، یه کمی که میرن مارکوس پسر عموی آنتونی هم به این دوتا میپیونده و قصد داشتن که برن به سمت ایستگاه اتوبوس که لوئیس رو برسونن خونه. میرسن به ایستگاه اتوبوسی که نزدیک یک میخونه قرار داشته، یه بار قرار داشته. همینطوری که منتظر اتوبوس بودن میبینن که یک مرد غریبه‌ای داره بهشون نزدیک میشه و از همون فاصله که داره میاد سمت اینا، از احتمالاً اون طرف خیابون، شروع میکنه به داد و فریاد، حرفای زشت زدن، حرفای نژاد پرستانه زدن، فحش دادن و آنتونی و مارکوس رو با حرفای خیلی زشتی خطاب میکنه. به لوئیس فحش‌های زننده میده که آره مثلا تو با سیاها میگردی و اصلا خیلی عصبانی بوده، فحش میداده، خیلی خشمگین بوده. ولی آنتونی از اونجایی که خیلی آدم آروم و صلح طلبی بوده عکس‌العملی نشون نمیده. هم لوئیس هم مارکوس هم آنتونی سعی میکنن که اصلا این آدمه رو نادیده بگیرن، بهش اهمیتی ندن. اما مرد جلوتر میاد، میرسه به ایستگاه اتوبوس، همچنان داره حرفای زشت و رکیک میزنه، همچنان داره فحش میده، یه حالت پرخاشگرانه و حمله شکلی رو به خودش گرفته بوده. و اینجای ماجرا دیگه آنتونی نمیتونه تحمل کنه، البته که دعوایی رخ نمیده، اما دست دوست دخترش رو میگیره و به مارکوس میگه که بیا بریم به یه ایستگاه دیگه. یک پارکی اون نزدیکی بوده به اسم مک گلدریک. اونا میرن توی پارک به خاطر اینکه ایستگاه اتوبوس بعدی اون طرف پارک بوده، اون یکی در ورودی حالا یا خروجی پارک بوده و اگه از توی پارک میرفتن به جایی که مسیر مستقیم رو از توی شهر برن خیلی براشون منطقی تر بوده، راه میانبر بوده. اما پسر جوونی که به سمت اینا اومده بود و شروع کرده بود داد و بیداد کردن، از این که میبینه درگیری اتفاق نمیافته و آنتونی و همراهاش خیلی خونسردن و اون محل رو ترک میکنن، انگار بیشتر عصبی میشه، انگار خیلی حالش بد میشه، خشم بیشتری رو داره. به قول مادر بزرگ من یک مثالی داره، میگه که نگو بگو رو میترکونه. فکر میکنم که همین شکل اتفاق میافته و به جایی که بیخیال بشه، رها کنه و بره، میره سوار ماشینی میشه که اون طرف خیابون پارکه و یک راننده دیگری وجود داشته توی اون ماشین که این دو نفر با هم تصمیم میگیرن که برن از راه خیابون دم اون یکی در پارک که این سه نفر دارن ازش خارج میشن و پشت بوته ها کمین کنن تا این سه نفر بیان و به گفته خودشون حسابشون رو برسن. آنتونی، مارکوس و لوئیس از همه جا بیخبر به فکر اینن که زودتر برسن به ایستگاه اتوبوس، برسن به اتوبوسشون. اما به محض اینکه پاشون رو میخواستن از در ورودی پارک بیرون بذارن، یهو این دو نفر میپرن بیرون از پشت بوته ها، یورش میبرن به سمت این سه نفر و وقتی که این اتفاق میفته، حمله تبدیل به درگیری فیزیکی میشه، مارکوس و لوئیس میتونن از مهلکه خوشبختانه فرار کنن. اما آنتونی پسر 18 ساله آروم و خونسرد ما تنها میمونه و این دو نفر شروع میکنن به ضرب و شتم آنتونی. با توجه به چیزایی که توی منابع وجود داره، آنتونی باهاشون اصلا درگیر نمیشه، یعنی در واقع فرصت درگیر شدن رو انگار پیدا نمیکنه. بیشتر از این خوشحال بوده که لوئیس دوست دخترش به سلامت از مهلکه رفته. توی همین حین و بین یکی از مردان با یک یخشکن بزرگ حمله میکنه به آنتونی و یک ضربه بسیار محکم به سر آنتونی با اون یخشکن وارد میکنه.
آنتونی میفته روی زمین، فریاد میزنه و این 2 نفر سعی میکنن یخشکن رو از توی سر آنتونی بیرون بیارن. در میارن، یه ضربه دیگه توی سر آنتونی میزنن و اینجا آنتونی دیگه غرق در خون افتاده رو زمین و حرکتی نداره. هر دو سعی میکنن این یخشکن رو از جمجمه آنتونی بیرون بکشن، خب موفق نمیشن و خیلی سفت و سخت این یخشکن وارد جمجمه آنتونی شده بوده. مجبور میشن آنتونی رو و آلت قتل رو، در واقع آلت حمله رو، توی صحنه جرم باقی بذارن و فرار کنن. مارکوس پسر عموی آنتونی که دورتر گویا ایستاده بوده و صحنه رو داشته میدیده یا منتظر بوده که مهاجمی برن یا نمیدونم واقعا به پلیس چرا تا الان زنگ نزده بوده، خودش رو میرسونه برمیگرده پیش آنتونی، سریع تماس میگیره با پلیس و اورژانس و به محض اینکه اورژانس میرسه آنتونی رو منتقل میکنن به بیمارستان. پلیس ها میرسن سر صحنه جنایت و از اونجایی که قتلی رخ نداده برمیگردن به بیمارستان که با آنتونی صحبت کنن. اما از اونجایی که این یخشکن به اندازه 6 سانت توی جمجمه آنتونی فرو رفته بود، هیچ هوشیاری نداره، قدرت تکلم که کلا خوب نداره و پلیس ها نمیتونن باهاش گفتگویی رو داشته باشن. همه اعضای خانواده آنتونی جمع شدن کنار آنتونی به خاطر اینکه حالا پلیس بهشون خبر داده که چه اتفاقی افتاده. لوئیس هست، مارکوس هست، پدر مادرش، خواهرهاش و منتظرن که یک هوشیاری رو از آنتونی ببینن. اما وقتی که برای جراحی برده میشه پزشکا اعلام میکنن که درآوردن این یخشکن امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه کاملا اون دندونه های یخشکن متاسفانه توی مغز و جمجمه آنتونی گیر کرده بوده و نمیتونستن این رو بکشن بیرون و در بیارن. هوشیاری هم نداشته، قطعا آسیب شدید مغزی دیده و پلیس ها و پزشکا میگن که حالا فعلا باید صبر کنی. انقدر آسیب مغزی که آنتونی بهش وارد شده بود زیاد بود که به عنوان مرگ مغزی اعلام میشه و فقط چند ساعت بعد از آوردن آنتونی به بیمارستان، ساعت 5:25 صبح 30 ژوئیه 2005 آنتونی واکر 18 ساله در حالی که اعضای خانواده‌اش کنارش بودن از دنیا میره. حالا آنتونی مرده، ماجرا از حمله به قتل تغییر کرده و پلیس مرسیساید بلافاصله تحقیقات قتل رو شروع میکنه. جنایتی که واقعا به معنای واقعی کلمه کل شهر رو، کل لیورپول رو تحت تأثیر قرار داده بود. مردم بسیار خشمگینن، مردم بسیار ناراحتن و واقعا یک شکلی داشته کلیت جامعه که انگار خود مردم همشون تک تکشون یک عزیزی رو از دست دادن. انقدر خشم عمومی زیاده که پلیس هم خیلی فشار روشه، باید سریعتر مهاجمین رو پیدا بکنه. مردم میان توی محلی که اون دم در پارک به آنتونی حمله شده بود، صدها و صدها گل میذارن، نامه مینویسن، شمع روشن میکنن، شبیه یک مقبره طور در واقع، یک یادبود انگار برای آنتونی درست میکنن. حالا نه همیشه یا موقت، درست میکنن. مردم میرفتن اونجا ادای احترام میکردن و حتی یه توپ بسکتبال براش هدیه آورده بودن، برای اینکه ما میدونیم آنتونی عاشق بسکتبال بود. و این جامعه دچار شوکه و خواستار اینه که هر چه زودتر قاتلین پیدا بشه. از لحاظ عاطفی واقعا شهر ویران شده است. مردم منزجر بودن از اون چه که اتفاق افتاده بود. پسر جوون مهربون بی تقصیری که داشته زندگیش رو میکرده، هدفمند، داشته برای آیندهش میجنگیده، اما بیگناه حمله‌ای که بهش وارد شده و این جنایت خشونت‌آمیز، انگار که واقعا، چون طبیعی نیست که مثلا بخوای با یکی درگیر بشی، دعوا کنی، یخشکن انقدی بر نمیداری بزن تو سرش، که یعنی قطعا حالت قتل بوده، قطعا به قصد قتل، به قصد کشتن بوده واقعا، وگرنه یه آدم برای دعوا که همچین چیزی رو بر نمیداره، مثلا برای دفاع از خود. بعد تازه آنتونیو بیچاره که اصلا کاری نکرده بود.
عکس‌العملی نداشت، واکنشی نداشت و مردم از این بسیار منزجر، خشمگین، ناراحت بودن که بابا این قتل یک قتل نژاد پرستانه است، تبعیض نژادی و تا کی باید شاهد همچین مسائلی در کشورمون باشیم. آنتونی تحریک نکرده بود کسی رو، آنتونی پیش قدم دعوا نشده بود، آنتونی واکنشی نشون نداده بود و همه اینها باعث میشد که این ناراحتی مردم، عصبانیت مردم بیشتر و بیشتر بشه. لوئیس میگه که آنتونی فقط میخواست من رو به سلامت به خونه برسونه. حالا که صحبت از لوئیس شد، این رو هم بهتون بگم که لوئیس هم توی همون کالجی درس میخوند که آنتونی توش درس میخوند و اون هم خیلی دختر محبوبی بود، خیلی دختر آرومی بود، 17 ساله بود و اون هم در کنار آنتونی واقعا آرامش داشت و میگه که آنتونی واقعا آدمی بود که حالت پشتوانه و حمایتگر بسیار زیادی رو داشت. بعد از قتل آنتونی پیاده‌روی گسترده‌ای شکل میگیره، در حالی که مردم شمع با خودشون حمل میکردن. به عنوان ادای احترام هزار نفر توی اون شرکت میکنن و همچنین یک جهش ضد نژاد پرستی شکل میگیره و مردم هم شروع میکنن به ارتباط دادن قتل آنتونی و پسری که به اسم استیون لارنس، مرد جوونی که در سال 1993 اون هم به قتل رسیده بود توسط گروهی از مردان سفید پوست. لارنس هم سیاه پوست بود، دقیقاً توی ایستگاه اتوبوس و به شکل فجیعی در واقع این لارنس هم به قتل میرسه و مردم داشتن اینا رو به هم ربط میدادن، نه اینکه قاتل یا قاتلین یکی باشن و که وضعیت کشور ما چرا اینه، چرا باید یه همچین اتفاقاتی بیفته توش داخلش. همه اینها خب باعث میشه که فشار روی پلیس برای گرفتن دوتا مهاجمه بیشتر بشه دیگه، یا این بنیادها و این جنبش‌های ضد نژاد پرستی پررنگ و پررنگتر میشه. اما دلیل این که مردم خیلی روی این مرگ استیون داشتن مانور میدادن این بود که اون زمانی که 1993 که استیون به قتل میرسه متاسفانه عدالت براش درست اجرا نمیشه. دلیلش اینه که خانواده استیون سالها و سالها برای رسیدن به عدالت تلاش میکنن، برای اینکه بتونن حق پسرشون رو بگیرن، برای اینکه بتونن قاتلهای پسرشون رو گیر بندازن. علتش اینه که پلیسی که اون زمان داشت روی پرونده استیون کار میکرد خودشون پلیس‌های فاسدی بودن که جزء اعضای نژاد پرست قرار داشتن و همه میدونستن. برای همین پلیس این ماجرا رو کش میداد که حکمی نگیرن قاتلا، ولی خب بالاخره تونستن موضوع رو میبرن دادگاه و بالاخره به یک حق و حقوق نسبی میرسن. حالا به خاطر مسئله‌ای که قبلا برای سر مرگ قتل در واقع استیون اتفاق افتاده بود، حالا توی 2005 پلیس مرسیساید خیلی سریع داره عمل میکنه، به سرعت میاد بیانیه میده که بله قتل نژاد پرستانه است و ما هرچه سریعتر قاتلین رو دستگیر میکنیم. بلافاصله فراخوان عمومی اعلام میکنن که فلان موقع فلان جا هر کسی که چیزی دیده لطفاً بیاد به پلیس اطلاع بده، اگر که فکر میکنه این اطلاعات میتونه برای پلیس مفید باشه یا برای دستگیری قاتلین به کار پلیس بیاد. پلیس ها بعد از این فراخوان عمومی چند تا شاهد رو داشتن که متاسفانه اسمی ازشون وجود نداره، به علاوه خود مارکوس و لوئیس. مارکوس و لوئیس میرن تمام ظاهر اون شخصی که بهشون حمله کرده بود بار اول توی ایستگاه اتوبوس فحاشی میکرد و مردی که بار دوم دم در پارک ملحق شده بود به مرد اول رو توصیف میکنن، لباساشون، چهرهشون، حدودی سن و سالشون. و از این طرف پلیس ها میرن توی اون منطقه، توی یک منبع این رو نوشته بود بچه‌ها، توی اون منطقه میرن و از دوربین های مداربسته میتونن که یه سری تصاویری از اینها به دست بیارن. بعد از اینکه این تصاویر رو به دست میارن، لوئیس میتونه که شناسایی بکنه این افراد رو و یعنی میگه که بله همین ها بودن که به ما حمله کردن، مثلا لباساشون همین بود، همون تایما بود که این اتفاق افتاد. و اینجاست که پلیس متوجه میشه 2 نفر مهاجم و در واقع قاتل آنتونی باکر چه کسانی هستند. مایکل بارتون 17 ساله، یک پسر جوان سفید پوست، و پول تیلور 20 ساله، اون هم جوان و سفید پوست، که گفته میشه این پول پسر عموی آنتونیه.
یه جاهایی هم گفته شده که دوستشه، ولی بیشتر جاها به عنوان پسر عمو کازنش ازش نام برده شده. برای همین ما هم میگیم همون پل پسر عموش. بنابراین پلیس اسامی قاتلهاش رو داره. این اسامی رو پخش میکنه، اعلام میکنه، در صورتی که اصولاً پلیس ها، اداره پلیس نمیاد اسم مجرم رو همونطور که توی پرونده های دیگه دیدیم علنی بکنه. اما به خاطر اینکه مطمئن بوده این 2 نفر قاتلن، چون 2 تا شاهد سر صحنه قتل داره دیگه. 2 اینکه این 2 نفر نیستن، ناپدید شدن، چون خبری ازشون نیست وقتی که پلیس میره دم خونه هاشون. به این دلیل که خب قطعا این 2 تا فرار کردن، پلیس فراخوان عمومی میده که آقا هر کی میدونه اینا کجاست بیاد اطلاعاتش رو به ما بده. و دقیقاً 1 روز بعد از این فراخوان عمومی مردی با پلیس تماس میگیره و میگه که برادر مایکل 17 سال است و درخواست داره که یک مصاحبه تلویزیونی داشته باشه که توش از برادرش درخواست کنه که برگرده. حالا این آقا کیه؟ آقای جوی بارتون، فوتبالیست مشهور انگلیسی. جوی و مایکل درسته که از یک پدر و مادر متولد شدن، اما در همون زمانهای کودکی مایکل پدر و مادر این 2 تا از هم جدا میشن. مایکل با یکی از والدین زندگی میکنه و جوی هم با یک والد دیگری زندگی میکنه. برای همین این 2 تا در زمان بزرگ شدن از همدیگه جدا بودن و ارتباط زیادی با هم نداشتن. اما جوی به پلیس میگه بعد از اینکه قتل اتفاق افتاده مایکل باهاش تماس گرفته و ازش خواسته، التماس کرده که تو رو خدا 1000 پوند به من قرض بده، من پول لازم دارم. و قبول نمیکنه جوی، میگه نه، به خاطر اینکه فهمیده به خاطر چی این پول میخواد بهش میگه و میگه که نه، تو باید خودت رو به پلیس معرفی کنی. اما خب مایکل قبول نمیکنه، پول هم جوی بهش نمیده و مایکل هم فراری میشه. بلافاصله یک برنامه تلویزیونی، مصاحبه تلویزیونی در واقع پخش زنده برای جوی بارتون ترتیب داده میشه و جوی توی این مصاحبه از برادرش خواهش میکنه که برگرده و خودش رو تحویل پلیس ها بده. اون به مایکل میگه که ببین درسته که ما خیلی با هم صمیمی نبودیم، اما کار انسانی اینه که تو برگردی، به خاطر اینکه حداقل خانواده آنتونی آرامش بگیرن، بتونن برای پسرشون سوگواری بکنن و این رو بدون خانواده بارتون از طرف من بسیار ناراحتن برای اتفاقی که افتاده، قتلی که صورت گرفته و تو حداقل با برگشتت و خودت رو تسلیم پلیس کردن آرامش رو میتونی به خانواده خودمون هم برگردونی. 1 روز بعد از صحبت‌های آقای جوی بارتون، پسرها پل و مایکل از آمستردام که فرار کرده بودن برمیگردن به لیورپول و توی فرودگاه هر دوشون دستگیر میشن. سریعا به اداره پلیس منتقل میشن و شروع میکنن به صحبت کردن. اما بعد از دستگیری این 2 نفر هر کدومشون یک راه جداگانه ای رو انتخاب میکنه. آقای پول میاد میگه که بله، اعتراف میکنه، میگه قتل رو من انجام دادم، در واقع اون اقدام به قتل، اون ضربه‌ای که باعث مرگ شده رو من زدم، اعتراف میکنه. اما آقای مایکل میگه که نه، من اصلا نه نقشی توی قتل داشتم، نه قتل رو من انجام دادم، ضربه رو من نزدم، نه سلاح مال من بوده، در صورتی که تایید میشه که سلاح یخشکن برای مایکل بارتون بوده و اون داده بوده به پل این سلاح رو. خب اون اصلا دعوا رو شروع کرد. ما میدونیم که اون حمله کرد، ما میدونیم که اون به پل گفته که بیا با ماشین بریم، چون بار اول که پل نبوده همراه مایکل، گفته بیا بریم این طرف کمین کنیم و قطعا سلاح رو هم مایکل در اختیار پل گذاشته بوده. ولی به هر حال هیچ چیزی رو گردن نمیگیره و همه چیز رو انکار میکنه و همین باعث میشه که خب پرونده مایکل جمع بشه و بفرستنش به دادگاه. وقتی که به دادگاه میره بازم منکر همه چیزها. 2 هفته دادگاه ها زمان میبره، طول میکشه و هیئت منصفه بعد از 7 ساعت و نیم مشورت به این نتیجه میرسن که آقای مایکل بارتون 17 ساله در قتل متهم و گناهکار هستش و بهش حکم حبس ابد
با امکان آزادی مشروط بعد از 17 سال و 8 ماه میدن. به نظر من واقعا حکم کمیه. تو اصلا درست قتل درجه اول نیست، قتل عمد درجه 1 نیست، اما قساوت و خشونتی که توی این قتل وجود داره برای یه پسر 17 ساله واقعا چیز ترسناکی میتونه باشه. واقعا چیز کمیه به نظر این حکمی که دادن. و به آقای پول حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 23 سال و 8 ماه داده میشه. من نمیدونم چرا به هر دوتاشون یه 8 ماه هم داده، شاید دلیل خاصی وجود داره. اما این پایان ماجرا نیست، پرونده نیست. صبر کنید. توی این ماجرا 3 نفر دیگه هم محاکمه میشن. این 3 نفر کیان؟ کسایی هستن که کمک کردن به پل و مایکل برای فرار کردن و در واقع دور شدن از دست پلیس. نفر اول یک آقایی به اسم رابرت ویلیامز که این آقا هم به این 2 نفر پول داده بود، هم توی آمستردام براشون یه هتل رزرو کرده بود و به خاطر اینکه کمک کرده بود به 2 تا قاتل فراری به 2 سال حبس محکوم میشه. نفر دوم یه آقایی به اسم پل موریس که اون هم به خاطر اینکه به این 2 تا ماشین داده بود که این 2 تا فرار کنن از اونجا به 11 ماه حبس محکوم میشه. و نفر سوم خانومیه به نام تریسی گارنر که اون هم به خاطر کمک به محکومین در حال فرار، نمیدونم دقیقا چه کمکی، محکوم میشه به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ساعت کار خدمات اجتماعی. حدود 10 سال بعد، سال 2018، قاضی ارشد اون منطقه میاد اعلام میکنه که مایکل به خاطر رفتار خوبی که داشته یک مقداری از محکومیتش کم میشه و 8 ماه از محکومیت مایکل کم میکنه. علتش اینه که بسیار تغییر کرده بوده، اونطوری که گفته شده سعی کرده بوده که مثلا که درس بخونه، پیشرفت بکنه، چیزی یاد بگیره، خیلی آدم مورد اعتمادی شده بوده، واقعا گویا تغییر شخصیت داده بوده توی زندان. حالا خدا میدونه واقعا چون تو زندان بوده این اتفاق افتاده یا واقعا پشیمون بوده. همه متفق القول زندانیای همبندش یا بقیه افرادی که میشناختنش میگفتن به شدت از کاری که کرده پشیمونه و نمیتونه که جبران بکنه، اما واقعا از کردهش پشیمونه. برای همین قاضی میاد اون 8 ماه از روی 17 سال رو براش برمیداره. پس در واقع مایکل میتونه 17 سال بعد از سال 2005 درخواست آزادی مشروط بده. حالا معلوم نیست باش موافقت بشه یا نشه. از اون طرف جی مادر آنتونی با شنیدن این خبر میگه که من عمیقا ناراحتم، عمیقا احساس میکنم که به من خیانت شده و خنجر خوردم. چطور ممکنه که پسر من رو با اون قساوت بکشن و بعد به خاطر رفتار خوب بیان عفو بگیرن، حالا کم بشه از مدت زندانیشون و این غم بسیار بزرگی برای این خانواده است. در سال 2006 بعد از قتل آنتونی واکر خانواده‌اش برای زنده نگه داشتن یاد مایکل و کمک به افرادی که دچار تبعیض نژادی هستن، نژاد پرستی هستن، مورد خشونت قرار میگیرن، یک بنیادی رو راه اندازی میکنن به اسم بنیاد آنتونی واکر. اونا نمیخواستن مرگ آنتونی بیهوده باشه. خود آنتونی خیلی مثبت و دلسوز بوده، خانواده هم میخواستن کاری بکنن که یاد آنتونی و شخصیت دلسوزش همراه باشه و به یاد بقیه بمونه. این بنیاد برای مقابله با نژاد پرستی، تبعیض جنسیتی تأسیس شده، قصد داره در زمینه‌های مختلف، اهم از تحصیلی، ورزشی، فرهنگی برابری رو ترویج بده. منابع مختلفی رو برای مقابله با قلدری و تبعیض نژادی معرفی کرده تا بچه‌ها توی این زمینه آموزش‌های درست ببینن توسط افرادی که خودشون به نوعی قربانی جنایت‌های ناشی از تبعیض نژادی هستند. در کل کارهای بسیار زیادی توی این وبسایت انجام میشه، کمک‌های مالی مردمی دریافت میکنه و واقعا داره سعی میکنه که یه کمی حتی شده کوچیک یه تغییری رو توی مسئله تبعیض نژادی انجام بده. در رابطه با زندگی آنتونی واکر یک فیلم کوتاه ساخته شده که از BBC پخش شده و خیلی جالب فیلم به این شکله که زندگی آنتونی اگر به قتل نمیرسید چطور میشد، یه همچین چیزیه. و توی این
مستند که خیلی احساسی و از نظر مادر آنتونی بسیار قشنگ ساخته شده نشون میده که آنتونی بزرگ میشه، کالج رو تموم میکنه، ورزشش رو به طور حرفه‌ای داره انجام میده، ازدواج کرده، درس خونده، به آرزوش رسیده، وکیل شده و بچه داره. مادر آنتونی عاشق این فیلمه و میگه که قطعاً اگر به سرش به قتل نمیرسید همچین زندگی رو میتونست داشته باشه. اینجا نقطه پایان پرونده امشب. مرسی که تا الان همراه من بودید. اگر از روایت من لذت بردید لطفاً لایک یادتون نره. اگر پیشنهادی برای ساخت پرونده دارید یادتون نره که با من در میون بذارید و اگر نظری هم دارید که بسیار خوشحال میشم نظراتتون رو ببینم. همراه بودن با شما برای من دلگرمی بزرگه. ممنونم. شب و روزگارتون